هر مشکلی پیش میاد میشه خیلی آسون، اما به شرط اونکه امیدوار باشی یا خانوم. این کوچولوهای ما هستن پیچک و پیچا، هر چیزی خراب شه زودی میشن پیدا، هر جا چیزی خراب شه زودی میشن پیداش. هر چیزی خراب شه زودی میشن پیدا. مهندسای کوچولو. این داستان لوله های آب. مدیر دوبلاژ اشکان صادقی. مترجم مریم محمودیان. پیچک هواکش کامپیوتر خراب شده، بیا کمکم کن تعمیرش کنم. دارم با دیما برای سالگرد ازدواج مامان و باباش نقاشی میکشم. دارم میبینم چقدر قراره طول بکشه. پیچا چقدر خوب شد اومدی. یا تو میدونی تلفظ کدومش درست تره، 14مین یا اینکه 14مین؟ به نظرم اگه به لحاظ ادبی بررسی کنی میبینی که 14 خیلی درست تر از 14. آره راست میگی. من میرم آب لیوانمو عوض کنم، زود برمیگردم. مامانم حلقه‌شو جا گذاشته. وای وای حالا چی کار کنم؟ خراب کاری کردم، حتما مامان ناراحت میشه. ببینم مگه چی کار کردی؟ مامانم حلقه‌شو جلوی روشویی جا گذاشته بود، من برش داشتم ولی از دستم افتاد رفت پایین. وای همه چی خراب شد. دور خورده ولی پایین نرفته. مگه نمیدونی لوله های آب روشویی چطوری ساخته شدن؟ نه نمیدونم. لوله‌ای که زیر روشویی وصله یه لوله خمه. آب روشویی از این قسمت خم شده رد میشه، بعدش از طریق لوله ها میره پایین تو کانال. وقتی آبو میبندین همه آب نمیره پایین، یه مقدارش تو همین قسمت خم شده میمونه که بوی بد از کانال فاضلاب نیاد بالا و توی خونه نپیچه. حالا فهمیدی چرا اینجوری ساخته شده؟ حلقه خیلی از آب سنگین تره، پس نمیتونه با بقیه آب رفته باشه پایین. حتما الان ته لوله آبه. اینطوره که راحت میتونیم درش بیاریم. آره ولی حالا چطوری باید درش بیاریم؟ اما من که شنا بلد نیستم. عجله نکن، یه راهی پیدا میکنیم. دیما تو خونه نخ داری؟ معلومه. تو نخو بیاریم منم زود برمیگردم. نه خیر اینطوری نمیشه درستش کرد، جوشکاری میخواد. بابایی دستگاه تو بهم قرض میدی؟ یه کار مهم دارم. نمیتونم دخترم، خودم الان بهش احتیاج دارم. مامان پس با اجازه دستگاه کمک شما رو برمیدارم. چی؟ زود برش میگردونم. کجا رفتی تو؟ پس مواظب باش. اسم ما تعمیرکاران کوچک دیگه، پس معلومه که کارمون چیه. ما چون کوچولوییم میتونیم وارد بدنه دستگاه‌های بزرگ بشیم و اونا رو تعمیر کنیم. البته بدون وسایلمون سخته ها. قبلا از هر چیزی که دستمون میومد استفاده میکردیم، مثل پر یا سنجاق. خب الان دیگه دستگاه کمکی داریم، هر چی لازم داشته باشیم بهمون میده. فقط کافیه این دکمه رو فشار بدیم، دستگاه هر چیزی که بخوای بهمون میده. یه قلاب یا عربه ازش بیرون میاد. ما حتی چتر نجات هم داریم. همه تعمیرکارای بزرگی دستگاه کمکی دارن، ولی کوچولوها اول باید بزرگ بشن و تو همه امتحانات نمره خوب بگیرن تا بهشون دستگاه بدیم. اگه نمره خوب نگیرین از دستگاه هم خبری نیست. حالا میخوای چی کار کنی؟ همینجوری بری توی لوله؟ همینجوری هم که نه. اینجوری. آره اینجوری. هر وقت نخو کشیدن منو بالا. چی؟ میگه هر وقت نخو کشیدم منو بکش بالا. آها فهمیدم. میگه متوجه شدم برنامه چیه. گفتم خودم میگه اگه نمیگفتم هم خودش میفهمید.
کوچک ممنونم، واقعا کمکم کردی. خب ماریا همین بهمون میگن تعمیرکارای کوچولو. دیما با کی داری حرف میزنی؟ وای مامانت برگشت. با هیچ کس. هی برگردیم به شکل خودتون، به کمکتون احتیاج دارم. یادم رفت درستش چجوریه؟ بالاخره 14 درسته یا 14؟ یادم بود ولی درستش 14. یادم اومد.